وطندارای عزیز، ما امروز باز هم در یک گزارش دیدنی با معرفی یک دربند حولی دو بسوایی در سرک نو کارتنو قرار داریم. وطندارای عزیز، این دربند حولی که شما در تصویر ببینید با زیبایی های بسیار خاص و نمای بسیار فوق العاده ای را داره که شما در تصویر میبینید. وطندارای عزیز، فاصله این خانه تا سرک عمومی یک دقیقه راه نیست. وطندارای عزیز، بسیار از سرک عمومی تا این خانه فاصله بسیار کم داره. وطندارای عزیز که شما در تصویر ببینید، فضای حولی است، یک حولی بسیار منظم و پاک، یک حولی بسیار زیبا، یک حولی بسیار عالی که شما در تصویر میبینید. این حولی گنجایش پارک 2 اراده موتر همچنان وطندارای عزیز داره که شما میتونید 2 اراده موتر بسیار براحتی در این حولی پارک بکنید. 2 اتاق بوده اما فعلا یک اتاق ساختن. اگر شما بخواین که این اتاق 2 اتاق بسازین، میتونین که فقط اینجا یک پارتیشن بگیرین بیننده عزیز و یک دروازه هم به روی دهلیز بیننده عزیز داره که شما در تصویر بیننده هستین و این راه هست که شما میتونید یک مهمانخانه بسیار عالی و مستقل، قسمی که این فامیل هم از این خانه یک مهمانخانه ساختن، شما هم میتونید وطندارای عزیز که یک مهمانخانه بسیار عالی بسازین که راه مستقیم. بیننده های عزیز و نازنین، سلام بر همه شما تقدیم میکنم. در هر جای هستین آرزو میکنم خوب و خوش و صحت و سرحال باشین. بازم خوش آمدین با یکی از برنامه های امروزی ما. وطندارای عزیز، ما امروز باز هم در یک گزارش دیدنی با معرفی یک دربند حولی دو بسوایی در سرک نو کارتنو قرار داریم. وطندارای عزیز، این دربند حولی که شما در تصویر ببینید با زیبایی های بسیار خاص و نمای بسیار فوق العاده ای را داره که شما در تصویر میبینید. وطندارای عزیز، 2 بسوه مساحتش است، 4 منزل است، فول تاکاو همچنان بیننده عزیز داره، 10 اتاق داره. وطندارای عزیزی که در خارج از کشور بیننده ما هستند و اعضایی که در داخل از کشور بیننده ما هستند در جستجوی یک دربند حولی 4 منزله 10 اتاقه هستند. این برنامه ما را تا آخر بیننده باشین و چینل ما را هم سابسکرایب کنین و به دوستان و عزیزان کسایی که در جستجوی خانه هستن لینک برنامه را برات بفرستین. وطندارای عزیز، جایی را که شما ببینید سرک عمومی سرک نو کارتنو است که فاصله این خانه تا سرک عمومی یک دقیقه راه نیست. وطندارای عزیز، بسیار از سرک عمومی تا این خانه فاصله بسیار کم داره. وطندارای عزیز که شما در تصویر بیننده هستین، یک منطقه بسیار خوب و شما هم در تصویر میبینید که در این راسته تمام وطندارای عزیز ما هم ساختمان های را آماده ساختن و زندگی میکنند. یعنی نفوس این منطقه بسیار زیاد است. سرک نو کارتنو وطندارای عزیز شما هم در تصویر میبینید داخل کوچه است که خانه 7 تا سرک عمومی فاصلش است. یک منطقه بسیار خوب و آرام و زیبا. بیاین که ببینیم که این خانه دارای چی مشخصات است و چی مشخصات را وطندارای عزیز داره. قسمی که شما در تصویر بیننده هستین وطندارای عزیز و نازنین، این فضای حولی است، یک حولی بسیار منظم و پاک، یک حولی بسیار زیبا، یک حولی بسیار عالی که شما در تصویر میبینید. این حولی گنجایش پارک 2 اراده موتر همچنان وطندارای عزیز داره که شما میتونید 2 اراده موتر بسیار براحتی در این حولی پارک بکنید. و این هم نمای زیبایی از این خانه 2 بسوایی است که شما در تصویر بیننده هستین. وطندارای عزیز و نازنین، 4 منزل است با تاکاو، البته یک فول تاکاو داره و این همه از زیبایی ها که شما در تصویر میبینید. امروز در سرک نو کارتنو این خانه به فروش گذاشته میشه.
همچنان بیننده عزیز این راهی هست که به منزل اول را داره که انشالله حتما شما در تصویر خود دیدین. یک تشناب همچنان در صحن اولی شما در تصویر میبینید که یک تشناب همچنان بیننده عزیز در صحن حولی داره. بیاییم که با هم بریم به معرفی بپردازیم و از تحکوی آغاز کنیم و منزل اول و منزل دوم تا منزل سوم هم بیننده باشیم. با ما همراه باشید وطندارای عزیز، شما چند تصویر از زیبایی های این خانه بیننده باشید. بله وطندارای عزیز، قسمی که بر شما یادآور شدم، ما در حولی دو اتاقه فعلا سر زدیم که این را منزل اول است. یا تحکوی یا فول سالون است که در این فصل فعلا فصل که ما قرار داریم بیننده عزیز در کابل گرمی به حد است که بی اندازه گرمی است و این فول تحکوی را شما که میبینید دیگه بهترین اتاق یا بهترین جای است برای فصل گرما و این فصل. البته شما بیننده هستین یک فول سالون بسیار کلان دلباز و همچنان بسیار کلان با قندیل های بسیار خوب و راویسکاری های بسیار خوب شدگی، رنگ و روغن هم کاملا جدید وطندارای عزیز. همچنان یک موضوعی که با شما یادآور میشم عزیزای بیننده، کسایی که دوست دارن این خانه را خریداری بکنن، در این سالن یک اتاق هم هست که تمام وسایل های این فامیل در اینجا جابجا هست. یک سالن کلان و یک اتاق بسیار بزرگ همچنان در این اتاق شامل از بیننده عزیز که شما میبینید فعلا وسایل های فامیل در اینجا میباشه. باز هم در منزل اول سر میزنیم و شما هم در ادامه برنامه ما را همراهی کنید. وطندارای عزیز، ما در منزل اول هستیم. در این منزل اول 3 اتاق و یک حمام و یک آشپزخانه است و این هم کتارهایی است که از منزل تحکوی تا تخت بامش بیننده عزیز از کتارهای نکلی است که شما در تصویر میبینید. در این دلیل بازم تکرار میکنم که 3 اتاق و یک حمام و یک آشپزخانه هست و اینجا هم فکر میکنم که رای از روی حولی است وطندارای عزیز که شما میتونید مستقیم بر روی حولی از روی حولی همچنان میتونید که وارد این ساختمان یا خانه شوید. چندین راه داره. این راه یک راه هست، فکر میکنم یک راه دیگه هم در منزل اول است. بله یک راه دیگه هم است. بیایم که اولین اتاق ببینیم. ببینید عزیز وطندارای عزیز، این اولین اتاقی است که 2 اتاق بوده اما فعلا یک اتاق ساختن. اگر شما بخواین که این اتاق 2 اتاق بسازن میتونین که فقط اینجا یک پارتیشن بگیرین بیننده عزیز و یک دروازه هم به روی دهلیز بیننده عزیز داره که شما در تصویر بیننده هستین و این راه هست که شما میتونید یک مهمانخانه بسیار عالی و مستقل، قسمی که این فامیل هم از این خانه یک مهمانخانه ساختن، شما هم میتونید وطندارای عزیز که یک مهمانخانه بسیار عالی بسازن که راه مستقیم بر روی حولی داره که یعنی مهمانهایتان بسیار خاص و ویژه میتونید که از اینجا
تصویرم کامرامین عزیز ما بگیرین که وطندارای عزیز ما در تصویر بیننده باشن. بیننده عزیز این راه مستقیم به دروازه عمومی است، یعنی شما میتونید که یک مهمانخانه مستقل از اینجا برایتان آماده بکنین و هم تشناب بده که شما در روی حوله بیننده هستین میتونین که برای مهمانایتان استفاده بکنین. یعنی این اتاق یک مهمانخانه فوق العاده عالی میشه که شما استفاده بکنید. چت‌ها هم راویسکاری شدگی است، همچنان قندیل ها را شما در تصویر بیننده هستین وطندارای عزیز و زیبایی های بسیار زیاد داره. منزل اول پیش میریم و باز هم در نقاط مختلف آشپزخانه و منزل اول هستیم فعلا بیننده عزیز. در دهلیزی که ما قرار داریم این دروازه است که به می اتاق قبلا معرفی کردیم بیننده عزیز. میتونین که دو اتاق بسازین و این هم یک حمامی است که بسیار کلان است با تمام امکانات بیننده عزیز. همچنان در این دهلیز آشپزخانه را شما در تصویر بیننده هستین که فعلا وسایل خانواده هست و یک نگاه زودگذر میتونیم گرفته که یک آشپزخانه فوق العاده عالی، آشپزخانه کلوز با کابینت های بسیار عالی که از چوب های ترکی ساخته شده. کابینت بالا و کابینت پایان بسیار فوق العاده عالی هست بیننده عزیز. و همچنان این اتاق فامیل ها هست بیننده عزیز. میخوایم که بریم به منزل بالا. این اتاق هم یک اتاق فوق العاده عالی هست، یعنی در این دهلیز 3 اتاق، یک آشپزخانه و یک حمام است. میریم به منزل بالا و زیبایی های منزل بالا را به تصویر میکشانیم. وطندارای عزیز، منزل اول تحکبیر شما در تصویر دیدین. بالاخره آمدیم در منزل، اگر تکوی حساب بکنیم منزل سوم میشه. در منزل سوم شما بازم میبینید که زیبایی های زیاد داره برای تصویر و شما هم در تصویر بیننده هستین. وطندارای عزیز، در این دهلیز 4 اتاق و یک حمام و یک آشپزخانه هست. همچنان متفاوت‌تر از منزل پایان اینجا یک بالکنی است که شما در تصویر بیننده هستین. وطندارای عزیز، میتونید که به شکل دلخواهتان از این بالکن همچنان استفاده بکنید. کامرامین عزیزمون نمی‌فهم که تو امروز به انرژی است. یا بالکنی است که شما در تصویر میبینید و زیبایی های از سرک نو کارتینه و شما در تصویر بیننده هستید. میپردازیم به 4 اتاقی که باید بر شما با معرفی گرفتیم. اولین اتاقی که در منزل سوم از بیننده عزیز، یک اتاق بسیار آرام و زیبا، یک اتاق بسیار قشنگ که دارای 2 کلکین رنگ و روغن شدگی هست و چت‌ها هم راویسکاری و لایتینگ بسیار عالی و گرفته شده. که اتاق اول است که شما در تصویر وطندارای عزیز بیننده هستید. پیش میریم و به اتاق‌های بعدی میپردازیم. وطندارای عزیز و نازنین، شما هم در تصویر بیننده هستین که اتاقی که ما میپردازیم به معرفی بگیریم. این اتاق یک اتاق است، اما اگر شما بخواین 2 اتاق میشه. ما گفتیم که در منزل سوم 4 اتاق است که این اتاق ما جمع 2 گرفتیم که رای جداگانه داره و این همه بزرگی شما میتونید که از این اتاق یک پارتیشن اضافه بگیرین بیننده عزیز که میتونید که یک پارتیشن بگیرین که رای جداگانه وطندارای عزیز داره، یعنی 2 اتاق میشه که از این اتاق حساب کرد. همچنان وطندارای عزیز کلکین ها را شما بیننده هستین که این اتاق ها کاملا فول آفتاب داره، آفتاب بسیار خوب داره و لایتینگ را که شما در تصویر بیننده هستین زیبایی های بسیار زیاد را به تصویر میکشونه بیننده عزیز که این اتاق زیباتر ساخته. همچنان پیش میریم و اتاق بعدی و آشپزخانه و حمامی که در منزل سوم است و تصویر میکشانیم بیننده عزیز. قسمی که در منزل پایان شما دیدین به عین شکل یک حمام با همه امکانات، کاشی های بسیار خوب و امکانات، همه امکانات را که شما در تشناب خواسته باشین. همچنان بایلر بیننده عزیز داره.
در آشپزخانه منزل دوم، قسمی که در اول برنامه بر شما گفتیم که این منزل 2 آشپزخانه داره. در این منزل همچنان وطندارای عزیز 2 آشپزخانه است که شما میبینید. در این منزل آشپزخانه است که با همه امکانات که شما در آشپزخانه بخواین، کاملا همه چیز جدید و نو، کاشی و کابینت ها را شما در تصویر بیننده هست. و یا اتاق اخیری از بینندای عزیز که شما میبینید، یک اتاق فوق العاده عالی با رنگ و روغن کاملا جدید، دارای 2 کلکین، اتاقهای بسیار منظم، پاک و همچنان چت‌های راویسترگی و لایتینگ فوق العاده عالی و قندیل زیبا را که شما در تصویر میبینید. زیبایی‌های این اتاق زیباتر ساخته. یا معرفی منزل سوم بود بینندای عزیز که شما در تصویر دیدین. و بالاخره میریم به سوی تختبام و در تختبام آخرین حرف و سخنهایی که باقی مانده را به شما یادآور خواهد شدیم. و ها چینل ما رو سابسکرایب بکنین تا یکی از ویدیوهای جدید ما پیدا بکنین. ما در سرک نو کارت نو آمدیم با معرفی یک دربند حولی 4 منزل، البته 2 بسوه مساحت، 10 اتاق، 3 تشناب و 2 آشپزخانه از بینندای عزیز. و آب این منطقه شیرین و برق مستقل همچنان داره. بله وطندارای عزیز، آمدیم در آخرین منزل، در منزل 4م بالاخره قرار گرفتیم. و در منزل 4م در این دهلیز 2 اتاق فوق العاده عالی و 1 تشناب همچنان بیننده عزیز در تصویر شما میبینید. همچنان 1 تختبام فوق العاده عالی است که شما در تصویر بیننده هستین. در منزل 4م وطندارای عزیز شما بیننده هستین که یک اتاق بسیار عالی با همه امکاناتی که شما بخواین بیننده عزیز. چت‌ها بسیار قوی را بسکاری شدگی هست، لایتینگ بسیار کلاسیک هم تنظیم شده که زیبایی‌های اتاق از زیباتر ساخته و یک اتاق بسیار دلباز و کلان را شما در تصویر بیننده هستین. فعلا تمام وسایل این فامیلی که در اینجا هست زندگی میکنه، وسایلشان دیده میشه وطندارای عزیز. در صورتی که شما خریداری بکنین مکمل وسایل را میوردارن. بیننده عزیز در اتاق دومی در منزل 4م شما همچنان میبینید که نام خدا اتاقها بسیار کلان و دلباز است و وسایل اضافه فامیل همچنان زیادتر از در همه اتاقها. یا یک اتاق بسیار عالی دارای 2 کلکین بیننده عزیز، رنگ و روغن کاملا جدید، راویسکاری شدگی است. همچنان لایتینگ بسیار عالی را شما میبینید که بسیار زیبا ساخته. در این دهلیز بیننده عزیز 2 اتاق، 1 تشناب و راه برای تختبام همچنان دیده میشه در تصویر که میخوایم تختبام هم شما بیننده عزیز بیننده باشین. وطندارای عزیز و نازنین، دوستداران عزیز، یا فضای نمای زیبای از تختبام شما در تصویر میبینین که از آغاز تا پایان دوستان و عزیزانی که با ما همراه بودن، از همه شما یک جهان تشکر که با ما همراه بودین. و دوستداران عزیز، این خانه‌ای را که امروز به معرفی گرفتیم دارای 2 تختبام است. 1 تختبام را شما در اینجا در تصویر می‌بینید و تختبام همچنان به او سمت است که شما در تصویر بیننده هستین. تختبام دومی است. فضای تختبام بسیار کلان است که اینجا اکثریت فامیلا بعض کارهای ضروری خود همچنان انجام میدن. و وطندارای عزیز و نازنین، شما معرفی یک دربند حولی 2 بسوه‌ای 4 منزله را از آغاز تا حالا بیننده بودین. آب این منطقه شیرین است که آب نل و آب چاه هم داره بیننده عزیز. برق مستقل، زیبایی ها را شما خودتان در تصویر بیننده بودین. خانه که امروز با معرفی گرفتیم به قیمت 1,50,000 دلار با جرآمد است بیننده عزیز. کسایی که دوست دارن این خانه را صاحب شوند میتونن به شماره واتساپ که روی اسکرین هایتان بیننده هستین، شماره خدمات املاک کابل مسکن است.
برای خریداری این خانه و خانه هایی که در تمام نقاط کابل شما دوست دارین به دست بیارین، با شماره واتساپ خدمات کابل مسکن به تماس شوین و به وبسایت رسمی خدمات کابل مسکن سر بزنین و خانه های دلخواهتان را به دست بیاورین. دوستداران عزیز که در جستجوی خانه 4 منزله 2 اتاقه 2 بیسوایی هستند، این خانه را از دست ندین. بیننده عزیز و اقدام به خرید بکنین و به شماره واتساپ کابل مسکن به تماس شوین. اوقات خوش بر همه شما میخوایم بیننده عزیز. و ها قباله این زمین، این خانه البته عروفی است، همه امکانات را که شما بخواین داره، در 4 طرف بازار، مکاتب و همه امکانات زندگی مهیا است. بیننده عزیز خوش آرام باشین، خدا نگهدار همه شما.